برداشت آزاد از کتاب پینوکیو نوشته کارلو کولودی. قسمت دوم. پینوکیو بعد از 4 ماه از زندان آزاد شد و به سرعت به طرف خونه پری مهربون رفت. اما یه مار بزرگ رو دید که وسط مسیر خوابیده بود و از دمش دود بلند می شد. پینوکیو به آرامی جلو رفت تا از کنار مار عبور کنه. اما ناگهان مار بلند شد و پینوکیو از ترس محکم به زمین افتاد. مار هم با دیدن این اتفاق آنقدر خندید که رگ قلبش پاره شد و مرد. پینوکیو هم به مسیرش ادامه داد و این بار چون گرسنه شده بود وارد یک تاکستان شد تا چند تا خوشه انگور بچینه. اما پاش تو تلی گیر کرد. پینوکیو گریه میکرد و کمک میخواست. وقتی شب شد صاحب باغ اومد و با دیدن پینوکیو گفت پس تو هر شب مرغامو میدزدی؟ پینوکیو با گریه گفت من فقط اومدم چند تا انگور بخورم. صاحب باغ گفت کسی که الان انگور بدزده بعداً میتونه مرغ بدزده. بعد هم پینوکیو رو به خونه خودش برد و یه قلاده به گردنش زد و گفت سگ نگهبان من امروز مرد. حالا تو باید به جای اون نگهبانی بدی. بعد هم خودش به خونه رفت تا بخوابه. پینوکیو چند ساعت خوابید اما با صدای چند تا راسو از خواب بیدار شد. یکی از راسوها گفت شب بخیر ملامپو. پینوکیو گفت سگ قبلی امروز مرده. من باید کار سگ نگهبان رو انجام بدم. راسو گفت ملامپو سگ خوبی بود. من پیشنهادی که به اون دادم رو حالا به تو میدم. ما هفته یه بار میایم چند تا مرغ میدزدیم و یکی رو هم به تو میدیم. در عوض تو هم هیچ وقت صاحب خونه رو با خبر نکن. بعد هم راسوها با خیال راحت به داخل لونه مرغ‌ها رفتن. اما پینوکیو در لونه مرغ‌ها رو قفل کرد و صاحب خونه رو صدا زد. صاحب خونه وقتی دید راسوها گیر افتادن خوشحال شد و از پینوکیو پرسید چطور گرفتیشون؟ پینوکیو خواست ماجرا رو تعریف کنه اما برای ملامپو که حالا مرده بود دلش سوخت. پس فقط به کشاورز گفت راسوها ازم خواستن باهاشون همکاری کنم اما من قبول نکردم. کشاورز هم برای قدردانی اون رو آزاد کرد و پینوکیو به سرعت به مسیرش ادامه داد و بالاخره به مقصدش رسید. اما هیچ اثری از کلبه پری مهربون نبود و به جاش یه سنگ مرمر بود که روش نوشته شده بود در اینجا دختر بچه‌ای با موهای نیلی خوابیده. دختری که با اندوه مرد. زیرا برادر کوچکش پینوکیو تنهایش گذاشت. پینوکیو تمام روز رو گریه کرد تا اینکه یک کبوتر بزرگ بهش گفت تو کسی به اسم پینوکیو میشناسی؟ وقتی پینوکیو خودش رو معرفی کرد کبوتر گفت من 3 روز پیش کنار ساحل از پیرمردی به نام ژپتو جدا شدم. اون میخواست به دریا بره تا همه جا رو دنبال تو بگرده. اگه بخوای من میتونم تو رو به اونجا ببرم. پس پینوکیو سوار کبوتر شد و صبح روز بعد به ساحل رسید. بعد هم کبوتر تنهاش گذاشت. اما ساحل خیلی شلوغ بود و بیشتر مردم به دریا نگاه میکردن. یه پیرزن گفت پدر یه پسر بچه تو هوای طوفانی وارد آب شده تا دنبال پسرش بگرده و ممکنه غرق بشه. پینوکیو فهمید اون پدرشه ولی همون لحظه یه موج بزرگ قایق ژپتو رو ناپدید کرد. پینوکیو هم پرید تو دریا تا پدرش رو پیدا کنه اما دریا طوفانی بود و موج دریا پینوکیو رو به خشکی انداخت. اون از یه دلفین که اون اطراف شنا می‌کرد پرسید تو از پدرم خبر نداری؟ دلفین گفت شاید غرق شده. شاید هم ماهی بزرگ پدرت رو قورت داده باشه. پینوکیو وحشت کرد و به سمت دهکده اون اطراف رفت تا چیزی برای خوردن گیر بیاره. اما یا باید گدایی میکرد یا کار پیدا میکرد. همون لحظه پینوکیو به مردی که یه گاری رو میکشید گفت میشه یه سکه به من بدین تا غذا بخورم؟ مرد گفت به من کمک کن تا 4 تا سکه بهت بدم. اما پینوکیو گفت من دوست ندارم کار الاغ‌ها رو انجام بدم. تا نیم ساعت بعد پینوکیو سعی کرد از چند نفر دیگه هم گدایی کنه و در نهایت زنی که 2 تا کوزه همراهش بود به پینوکیو گفت اگه به من کمک کنی تا کوزه ها رو به خونه ببرم منم بهت نون، روغن و یه شیرینی مربایی میدم. پینوکیو که وسوسه شده بود بالاخره قبول کرد و زن مهربون هم خوراکی‌ها رو به پینوکیو داد. اما پینوکیو ناگهان متوجه شد اون زن پری مهربونه. پری گفت من یه دختر بچه بودم و میتونستم خواهرت باشم. اما حالا میتونم مادرت بشم. پینوکیو گفت میشه به من هم یاد بدی بزرگ بشم؟ پری گفت عروسک‌ها بزرگ نمیشن. تو زمانی به یه مرد تبدیل میشی که لایقش باشی. از این به بعد هم باید به مدرسه بری و یه حرفه یاد بگیری. پینوکیو اولش کمی غرغر کرد اما در نهایت برای اینکه به یه بچه واقعی تبدیل بشه قبول کرد و از روز بعد به مدرسه رفت. اولش بچه‌های مدرسه اذیتش می‌کردن
اما کم کم دوست پیدا کرد و معلم هم ازش راضی بود. اما بین دوستای پینوکیو چند تا بچه شرور هم بودن که پری مهربون در مورد اون بچه‌ها چند بار به پینوکیو تذکر داد. تا اینکه یه روز وقتی پینوکیو می‌خواست به مدرسه بره، اون بچه‌ها به پینوکیو گفتن یه ماهی بزرگ به ساحل نزدیک شده. ما می‌خوایم بریم ببینیمش. تو هم باهامون بیا. پینوکیو هم تصمیم گرفت اون روز به مدرسه نره و با اونها به ساحل رفت. اما هیچ خبری از ماهی بزرگ نبود و بچه‌ها شروع کردن به خندیدن و گفتن تو زیاد درس می‌خونی و باعث میشی که معلم به ما بگه تنبل. حالا هم ما 7 نفریم و تو تنها. بعد پینوکیو و بچه‌ها به سمت هم حمله کردن و دعواشون شروع شد. اونا کیف پینوکیو رو برداشتن و کتاباشو بیرون ریختن. بعد هم یکی از کتاباش رو به سمت پینوکیو پرتاب کردن. اما کتاب به سر یکی دیگه از بچه‌ها خورد و اون بیهوش شد. همه از ترس فرار کردن. اما پینوکیو با گریه جلو رفت و گفت یوجین چشماتو باز کن. حالا من چطوری باید این موضوع رو برای بقیه توضیح بدم؟ چند دقیقه بعد 2 سرباز به اونها رسیدن و پینوکیو همه چیز رو توضیح داد. اما سربازها باور نکردند و پینوکیو رو با خودشون بردن. یوجین رو هم به یه ماهیگیر که اون اطراف بود سپردن. پینوکیو دوست نداشت مادرشون رو اینطوری ببینه. پس سریع از دست سربازا فرار کرد و به سمت ساحل رفت. سربازا هم یه سگ رو دنبالش فرستادن. پینوکیو قبل از اینکه سگ بهش برسه خودش رو توی آب انداخت. اما اون سگ سرعتی زیاد بود و ناگهان به داخل آب افتاد. اسم سگ الیدورو بود و چون شنا بلد نبود داشت غرق میشد. پینوکیو دلش برای سگ سوخت و اون رو به ساحل رسوند و خودش دوباره به آب پرید و به قسمتی از ساحل رفت که امن باشه. اونجا غاری وجود داشت که ازش دود خارج میشد. اما ناگهان متوجه شد با یه دسته ماهی توی تور گیر افتاده. همون موقع ماهیگیری که شبیه هیولای دریایی بود از غار خارج شد و تور رو به داخل غار کشید و ماهی‌ها رو به داخل روغن داغ ریخت. هیولا می‌خواست پینوکیو رو هم سرخ کنه، اما الیدورو به خاطر بوی غذا وارد غار شد و پینوکیو رو از دست هیولا نجات داد. وقتی فرار کردن، پینوکیو ازش تشکر کرد و خودش رو به ماهیگیری که مراقب یوجین بود رسوند. ماهیگیر که پینوکیو رو نشناخته بود گفت یوجین حالش خوب شده و برگشته به خونه‌شون. ظاهراً یکی از همکلاسیاش به نام پینوکیو اون رو زده بود. پینوکیو هم خودش رو زد به بی‌اطلاعی و پشت سر هم دروغ گفت تا اینکه دماغش دراز شد. اما سریع فهمید اشتباه کرده و واقعیت ماجرا رو تعریف کرد و دماغش دوباره به اندازه اولش برگشت. حالا اون باید پیش پری مهربون برمیگشت. با تاریک شدن هوا خودش رو به خونه رسوند و در زد. چند لحظه بعد یه حلزون سرش رو از پنجره بیرون آورد و گفت پری خوابیده و کسی نباید بیدارش کنه. من در رو برات باز میکنم. چند ساعتی گذشت اما هنوز حلزون به در نرسیده بود. پینوکیو با عصبانیت کوبه در رو کوبید، اما کوبه به مار تبدیل شد. پس پینوکیو محکم به در لگد زد و قسمتی از در شکست و پاش تو در گیر کرد. صبح روز بعد بالاخره حلزون رسید و در رو باز کرد، اما حالا پینوکیو گیر کرده بود. پس به حلزون گفت یه چیزی بیار بخورم. حلزون رفت و حدود 3 ساعت بعد با یه مقدار غذا از جنس گچ و سنگ برگشت. پینوکیو هم از ناراحتی گریه کرد و از هوش رفت. وقتی به هوش اومد دید پری مهربون کنارشه. پری گفت این بار هم میبخشمت، اما باید قول بدی که دیگه اشتباه نکنی. پینوکیو هم قول داد و تا 1 سال به قولش عمل کرد، تا اینکه بالاخره پری مهربون بهش گفت فردا آرزوت رو برآورده میکنم و تبدیل به یه پسر بچه واقعی میشی. پینوکیو هم از خوشحالی تصمیم گرفت همه دوستانش رو به خونه دعوت کنه تا جشن بگیرن. پس به سرعت همه دوستاش رو دعوت کرد، اما یکی از دوستاش رو نمیتونست پیدا کنه. اون رومئو بود که فتیله هم صداش میکردن. بالاخره معلوم شد فتیله قایم شده بود. اون به پینوکیو گفت منتظرم شب بشه تا یه درشکه بیاد و منو به سرزمین بازی‌ها ببره. اونجا همه از صبح تا شب تفریح میکنن. 100 تا بچه دیگه هم میخوان بیان. تو هم اگه نیایی پشیمون میشی. پینوکیو کمی فکر کرد و گفت من به پری مهربون قول دادم قبل از تاریک شدن هوا خونه باشم، اما حالا که دیر کردم پس صبر میکنم تا درشکه رو ببینم. چند ساعت بعد با تاریک شدن هوا بالاخره درشکه رسید. درشکه‌ای که با الاغ کشیده میشد و دور چرخش پارچه پیچیده شده بود تا بی سر و صدا حرکت کنه. درشکه‌چی هم یه مرد کوتاه‌قد و چاق بود. بچه‌های زیادی سوار شده بودند و دیگه جایی برای نشستن نبود. پس فتیله رفت کنار درشکه‌چی نشست. حالا پینوکیو باید انتخاب میکرد که چیکار کنه.
اون با اصرار بچه‌ها در نهایت آهی کشید و گفت باشه منم میام و به طرف یکی از الاغ‌ها رفت. اما الاغ با لگد محکمی اون رو به زمین انداخت. درشکچی با شلاق به کنار الاغ رفت و تنبیهش کرد. پینوکیو هم این بار سوار یکی از الاغ‌ها شد. اما وقتی حرکت کردن صدای آرومی گفت پسر احمق، چند وقت دیگه هم تو مثل من شلاق میخوری، اما دیگه کاری ازت بر نمیاد. وقتی به سرزمین بازی ها رسیدن همه مشغول بازی شدن. روزها مثل برق میگذشتن و پینوکیو از زندگیش لذت میبرد. اما بعد از 5 ماه یه روز وقتی پینوکیو از خواب بیدار شد متوجه شد گوشهاش دراز شده. یه موش که توی دیوار اتاقش زندگی میکرد گفت تو تب الاغی گرفتی. تقریبا تا 2-3 ساعت دیگه کاملا به یه الاغ تبدیل میشی. پینوکیو با گریه یه کلاه روی سرش گذاشت تا گوشاش دیده نشه. بعد رفت دنبال فتیله. وقتی به اتاق فتیله رسید دید اون هم یه کلاه روی سرشه. پس قرار گذاشتن همزمان کلاهشون رو بردارن. اما هر دو نفر با دیدن گوشهای همدیگه شروع کردن به خندیدن و مسخره بازی. ناگهان تغییرات بدنشون بیشتر شد. دستاشون به سم تبدیل شد، صورتشون به پوزه تبدیل شد و در نهایت هم دم در آوردن و فقط میتونستن ارعر کنن. همون لحظه مرد درشکچی وارد اتاق شد و دور گردنشون طناب انداخت و اونها رو به سمت بازار برد تا بفروشتشون. خیلی زود مشتری پیدا شد. فتیله رو یک کشاورز خرید. پینوکیو رو هم رئیس یه سیرک خرید. پینوکیو تو سیرک خیلی کتک خورد و 3 ماه طول کشید تا بهش یاد بدن نمایش بازی کنه. روز نمایش همه سالن پر شده بود و پینوکیو در حالی که حسابی تزیین شده بود وارد صحنه شد و نمایشش رو اجرا کرد. اما بین تماشاچی‌ها متوجه بانوی زیبایی شد که کاملا شبیه پری مهربون بود. پینوکیو با دیدن اون حواسش پرت شد و همه نمایش رو خراب کرد. صاحب سیرک هم اون رو به بازار برد و فروخت. اما صاحب جدیدش میخواست پوستش رو بکنه چون فقط به پوست الاغ نیاز داشت. پس اون رو به ساحل برد و بهش یک سنگ بست و توی آب انداخت تا خفه بشه. اما وقتی اون رو از آب بیرون آورد به جای الاغ یه عروسک چوبی از آب بیرون اومد. پینوکیو همه ماجرا رو برای اون مرد تعریف کرد. بعد هم توضیح داد وقتی تو آب بودم پری مهربون چند تا ماهی فرستاد تا قسمت‌هایی از من که الاغ بود رو بخورن. بعد هم به داخل آب پرید و به وسط دریا رفت. اونجا یه صخره از مرمر سفید بود که روش یه بزغاله کوچیک به رنگ موهای پری مهربون ایستاده بود. اما ناگهان ماهی بزرگ از آب بیرون اومد و به سمت پینوکیو حرکت کرد. بزغاله فریاد میزد زود باش فرار کن، اما هیولا پینوکیو رو قورت داد. تو شکم ماهی خیلی تاریک بود و پینوکیو به گریه افتاد. اما یه ماهی به نام تونی جلو اومد و گفت اینجا کسی کمکت نمیکنه. ما باید صبر کنیم تا هضم بشیم. چند لحظه بعد پینوکیو متوجه یه نور در انتهای تاریکی شد. وقتی به منبع نور رسید، مردی رو دید که پشت یه میز نشسته بود و یه شمع روشن کرده بود. پینوکیو اون رو شناخت. با خوشحالی بغلش کرد و گفت پدر عزیزم، بالاخره پیدات کردم. اونا همه داستاناشون رو برای هم تعریف کردن. معلوم شد ژپتو حدود 2 سال بود که تو شکم ماهی گیر کرده بود و تو این مدت همه وسایلش رو از کشتی‌هایی که ماهی بزرگ قورت داده بود به دست آورده بود. پینوکیو گفت ما باید فرار کنیم. وقتی ماهی بزرگ خوابید، آروم از دهانش خارج میشیم و به سمت ساحل میریم. بعد پینوکیو و ژپتو به آرومی از دهان ماهی بزرگ خارج شدن و ازش فاصله گرفتن. هوا تاریک بود و اونا خیلی خسته بودن. اما معلوم شد تونی هم از شکم ماهی بزرگ فرار کرده و حالا اومده بود تا به پینوکیو و پدرش کمک کنه تا به ساحل برسن. وقتی به ساحل رسیدن به یه دهکده رفتن تا یه خونه و مقداری غذا پیدا کنن. تو مسیر روباه و گربه داشتن گدایی میکردن، اما حالا واقعا کور و فلج شده بودن. پینوکیو و ژپتو از بین کلبه‌های دهکده در یکی رو زدن و وارد شدن. جیرجیرک سخنگو روی سقف نشسته بود و گفت این خونه رو دیروز یه بزغاله نیلی بهم داد و با ناراحتی گفت من دیگه بر نمیگردم چون پینوکیو رو ماهی بزرگ خورده. پینوکیو از همه کارهایی که کرد پشیمون بود. اما اول به مزرعه فردی به نام جیانجیو رفت تا یه لیوان شیر برای ژپتو بیاره. جیانجیو هم در عوض شیر ازش خواست براش کار کنه چون الاغش مریض شده بود. وقتی پینوکیو الاغ رو دید اون رو شناخت. اون فتیله بود، اما فتیله دیگه مرده بود. از اون روز تا 5 ماه پینوکیو هر روز برای جیانجیو کار میکرد و از پدرش هم مراقبت میکرد.
و تو این مدت تونست یه مقدار هم پول جمع کنه. اما یه روز حلزون به دیدنش اومد و گفت پری مهربون مریض شده. اون حتی پول غذا هم نداره. پینوکیو هم هر چقدر پول داشت رو به حلزون داد تا به دست پری برسونه. اون شب پری به خواب پینوکیو اومد و بهش گفت به خاطر همه اشتباهاتت میبخشمت. و وقتی پینوکیو از خواب بیدار شد متوجه شد تبدیل به یه پسر بچه واقعی شده. یه دست لباس نو به همراه یه کیف سفید کنار تختش بود. داخل کیف هم 50 تا سکه طلا بود. یه یادداشت هم اونجا بود که روش نوشته شده بود پری مهربون پول پینوکیو رو بهش برمیگردونه. حالا ژپتو هم کاملا سرحال شده بود. اما پینوکیو متوجه یه عروسک چوبی قدیمی شد که روی صندلی بود و دست و پاش آویزون شده بود.